سلام، خوش اومدین به پادکست بعدیمون. امروز با مهمون خیلی خوبمون هستیم، آقای نادر فتحی. خوش اومدین. خیلی ممنون، مرسی. خیلی خوشحالیم که هستی اینجا و فکر کنم خیلی بچه‌ها بتونن از تجربتون یاد بگیرن. قربون شما، مرسی، خیلی ممنون. من دعوت کردیم به شهر زیبای لس آنجلس. مرسی از شما. دوست دارم برگردم به سوال اولم اینه که برگردیم به کلاً عقب. بله. شما ایران به دنیا آمدید؟ بله، من در تهران به دنیا آمدم و تا کلاس دهم ایران بودم، دبیرستان البرز میرفتم. بعد دهم هم که تموم شد مادر پدرم منو فرستادن امریکا. اینجا اومدم های سکول در نیویورک بودم. واو، پس از های سکول اینجا بودید؟ بله، امسال میشه 50 ساله که من در امریکا زندگی میکنم. واو. و کجا دانشگاه رفتین؟ بله، بعد که گریجویت شدم اومدم کالیفرنیا. همونجوری که میدونی نیویورک هوا خیلی سرده. سوار هواپیما شدیم اومدیم لس آنجلس. من در USC یونیورسیتی استاد کالیفرنیا درس خوندم. BS و مستر و PhD کورسامو در USC برداشتم و همینجا هم شروع کردم به کار کردن در لس آنجلس. منم USC درس خوندم. باریکلا، فایدان. خب پس گفتین USC چی خوندین؟ من برق خوندم و کامپیوتر ساینس. برق و کامپیوتر. و گفتین BS و بعدش مسترز، بعد کورسای PhD هم برداشتم، ولی همون موقع بود که پول دیگه از ایران نمی آمد، واسه مجبور شدم برم کار کنم و یه کمپانی هستش اینجا به نام زیراکس که تو قسمت مارکت الکترونیکس کار کردم. اینجا بودم. برای زیراکس کار می‌کردی؟ زیراکس تو ال سگاندو، بله، که ساوت اف لس آنجلس، جنوب لس. بعد از گریجویشنتون، یعنی بعد فارغ التحصیلیتون، بعد تو اون تایمی که داشتین درس می‌خوندین اینترنشیپی یا کاری انجام داده بودین؟ خیلی جالبه، چون که یه موقعی بود که یادتون باشه از ایران پول نمی آمد. این 1980 بود و مونده بودیم چیکار کنیم. من شانسی که آوردم اینه که یه کمپانی زیراکس دنبال یه دونه پیپر میگشت و من یه دونه پیپر چاپ کرده بودم. اینا خوندم و منو واسه تابستون هایر کردن. من تابستون شروع کردم اینجا و اینا خیلی خوشحال بودن. خلاصه منو نگه داشتن و بعد از گریجویشن هم همونجا موندم. چقدر خوب. زیراکس خیلی شرکت بزرگیه. بله، موقعی که من بودم تقریبا 200,000 نفر اونجا کار میکردن و خیلی جالبه. بچهای من میگن که بابا تو زیراکس چیکار میکردی؟ کپی درست میکردی؟ میگم نه، من چیپ دیزاین میکردم. اکچولی چیپ دیزاین و سافت‌ور کار میکردیم تو زیراکس. بله. و حتی یعنی شما خیلی جوون بودین که چیپ دیزاین میکردین. چجوری اینا مثلا اعتماد کردن به یه پسر مثلا 21-2 ساله که بخواد چیپ دیزاین کنه؟ زیراکس کمپانی خیلی بزرگ بود. خیلی اینا از IBM اومده بودن. خیلی تکنولوژی عالی داشتن. کمپانی خیلی بزرگ بود. واقعا یه چیزی که واسه من خیلی عالی بود تو زیراکس اینه که کمپانی‌های بزرگ شما همه کار میتونین بکنین. هم میتونین چیپ دیزاین بکنین، هم بورد دیزاین میکنین، هم سافت‌ور، هم پکیجینگ. واسه همین خیلی خوب بود. دیگه گروه بزرگی داشتیم و خاصه یاد گرفتیم کارا رو دیگه. و گفتین چجوری این کارو پیدا کردین؟ من یه دونه تیچر اسیستنت بودم واسه یه پروفسوری به نام پروفسور مل بروور. این مل بروور یه پروفسور خیلی معروفی بود و تو این رشته ما که بهش میگن الکترونیک دیزاین اتوماسیون یه آدم خیلی معروفی بود و من واسهشون کار میکردم. یه لتر ریکامندیشن واسه من نوشت. خلاصه تابستون که اپلای کردم واسه زیراکس اینم گذاشته بودم. اینا خوندن گفتن اگه واسه مل بروور کار میکنه حتما خیلی آدم باهوشی باید باشه، واسه همین منو انقدر پروفسور سختگیری بود. بله، خیلی دانشمند عالی بود. برای ایشون خودش PhD بود از برکلی. باریکلا. چند سال تو زیراکس کار کردی؟ تو زیراکس 5 سال کار کردم. بعد موقع ازدواج کردم با خانمم اینجا لس آنجلس تصمیم گرفتیم بریم سیلیکون ولی. خلاصه سال 89 من و خانمم در سیلیکون ولی زندگی میکنیم. حالا صحبت میکنم که چی کار کردیم اونجا دیگه. چی شد که یعنی چی باعث تصمیمتون شد که پاشین برین سیلیکون ولی؟ من خیلی دلم می‌خواست تو تکنولوژی باشم. اون موقع یادتون باشه لس آنجلس اونقدر تو برنامه تکنولوژی نبود. لس آنجلس نسبت به سیلیکون ولی و یک کمپانی بزرگی است به نام کیدنس تو الکترون دیزاین اتوماسیون. اینا منو هایر کردن. خلاص تمام خانواده ما رو موو کردن به شمال کالیفرنیا و خیلی جالب بود چون من که شروع کردم به کیدنس فقط $50 میلیون فروش ما بود. موقعی که من اومدم بیرون was 1.5 بیلیون، 1.7 بیلیون دلار بود. خلاص خیلی کمپانی گرو کرد و خیلی خوب بود و خیلی من اونجا مدتی که اونجا بودم 6-7 سالی که اونجا بودم خیلی کار یاد گرفتم. یه ذره بیشتر راجع به کیدنس میتونیم، چون فکر کنم بعضیا ممکنه ندونن دقیقاً چیه. بله، کیدنس کار اصلیش بهش میگن الکترونیک دیزاین اتوماسیون. کسایی که دستگاه الکترونیک میخوان درست کنن به جای اینکه برن تو لب دستگاه رو بخرن به هم وصل کنن، اینا اومده بودن یه سری سیمولیشن تول درست کرده بودن که این کارو واسهشون اتوماتد میکرد. تمام ویرچوالی انجام میداد. البته خب
از اون موقع کیدنس خیلی بزرگ شده، کارهای دیگه هم میکنه و خیلی نادر بود این کارش. مثلا موقعی که من زیراکس بودم این کارا ما بعد با دست انجام میدادیم که خیلی طول میکشید. کیدنس یه سری پروداکت درست کرد، یه سری دستگاه درست کرد که تمام اینا رو اتومات کرده بود. مثلا خیلی پیشرفت کرد و الانم فکر کنم کیدنس الان 3-4 بیلیون دلار فروششون باشه. تمام چیپایی که انویدیا، اینتل، همه این کمپانی‌ها درست میکنن کیدنس تمام تکنولوژیشو میده. باریکلا خیلی خوبه. وقت گفتین 6-7 سال تو کیدنس تو اونجا بودم. بعد یه کمپانی به من زنگ زد به نام آیکاس سیستم. آیکاس سیستم کاری که میکردن چیپ درست میکردن واسه ایمولیشن. ببینید آیکاس IKOS اسم کمپانی آیکاس سیستم. بعد اینا کاری که میکردن یه تکنولوژی از MIT خریده بودن و نمیدونستن اینو چیکار کنن. منو هایر کردم و رفتیم اینو پکیج کردیم و بهش میگن ایمولیشن. ایمولیشن یعنی کاری که میکنه اینه که به جای اینکه شما چیپ درست بکنید، سافت‌ور میاد این چیپ و کپیشو درست میکنه واسه شما. کمپانی اولمون هم یه کمپانی خیلی کوچیک بود به نام انویدیا که حتما شما شنیدید. من یادم میاد با انویدیا که ما شروع کردیم 4-5 نفر بیشتر نبودن که الان که نگاه کنید they are multi-trillion dollar company و ما خیلی کمک کردیم به انویدیا. اینا چیپ اولشون که درست کردن یادتون باشه به مایکروسافت فروختن. مایکروسافت یه دونه پکیجی درست کرد به نام ایکس باکس و انویدیا چیپ انویدیا رو درست کردن و اون کمک کرد که انویدیا اصلا به این بزرگی بشه. اولین پروژکت اصلیشون اون بود. واو. خب پس بیشتر توضیح بدین، یعنی بعدش که خواستین یعنی رفتین تو این شرکت چی شد؟ چند سال اونجا اول بودین؟ که من رفتم منو هایر کردم واسه Head of Professional Services. این دستگاه ما خود دستگاه فقط کافی نبود که این کار رو انجام بده، بعد یه نفر میومد کانسالتینگ میکرد و اینا. من با تجربه‌ای که تو کیدنس داشتین هایرتون، چون بازم خیلی جوان بودین که بخواید مثلا هد پروفشنال سرویس باشین. بله خلاص دایرکتور بودم. بعد از یه مدت اینا تو سن 30 سالگی دیگه دایرکتور بودین. بله من دایرکتور بودم. بعد توی آیکاس سیستم که بودیم این پرزیدنت ما یه آقایی بود و گفتش که ما یه نفر احتیاج داریم که اینترنشنال سیلز ران کنه، یعنی به تمام سیلز ران کنه. خلاص منو پروموت کردم به وی پی. این کمپانی آیکوس هم اون موقع چیز بودی، واز پابلیک کمپانی بودش. خلاصه خیلی من تمام تو هواپیما بودم، تمام مشتریام و تیمم تو آلمان، تو انگلیس، خیلی ژاپن میرفتم. انقدر ژاپن میرفتم که ژاپنی مدت فکر کردم من اونجا زندگی میکنم. تمام کمپانی‌های بزرگ مثل سونی، هیتاچی، اینا تمام کاستمرهای ما بودن. فست فوروارد بکنیم اینو یه کمپانی دیگه اومد خرید. یه کمپانی به نام منتو گرافیک اومد کمپانی ما رو خرید واسه 220 میلیون دلار. این اگزیت اول من بود. وقت اون کمپانی که شما رو خرید دیگه مجبور شدین که برین سراغ کار بعدیتون. بله اینا خلاص سیلز و وی پی و اینا داشتن. و سفرها دیگه تموم شده. اون برنامه تموم شد. بعد من یک هفته خونه بودم. یه دوستم زنگ زد، با یه آقای ایرانی دیگه به نام علی علاوردی، نام در شمال کالیفرنیا زندگی میکنه و گفت ما یه پروژکتی داریم. یه کمپانی بود به نام سولکتران کاری که میکنه آوتسورسینگ میکنه. کمپانیایی که هاردور درست میکنن خودشون بیشتر درست نمیکنن، میدن کمپانی‌های دیگه. و ایشون یه دونه کانسالتینگ پروژکت داشت با این کمپانی که ویزیبیلیتی بده به این فکتوری‌ها، چون فکتوریاتون باشه اول تو امریکا بود، بعد موو کرد همه توی مکزیک و همه الان رفته چین و اینا. خلاصه ما دستگاهی که علی و تیمش درست کرده بودن ویزیبیلیتی میداد که ببینن که این فکتوری‌ها چه شکلی کار میکنن. خلاصه اینا ایده اولشون بودش که اینو به صورت کانسالتینگ بیارن جلو. من رفتم نگاه کردم گفتم شما یه پروداکت دارین اینجا، چون که الان اون موقع یادتون باشه سال تقریبا 2000 بود اگه اشتباه نکنم، شاید یه ذره 2000 قبل اون که خیلی این آوتسورسینگ زیاد شده بود. خلاصه رفتیم و اینو گرفتیم و پول ریز کردیم. اتفاقا امیدیز the plug and play was one of the first investor in our companies. خیلی خلاصه ممنونیم از سعید جان، از رحیم جان و این کمپانی ما بزرگ کردیم و خیلی مشتریای خوبی داشتیم. اپل مشتریمون بود، نوکیا، بلکبری. خلاصه این خیلی ساکسسفول بود. همینجور رفتیم جلو و ما داشتیم پول ریز می‌کردیم واسه کمپانی. یه آنالیست داشتیم به نام گاردنر یه دونه آنالیست خیلی بزرگه اینجا. شنیدم. بعد گفتش که کمپانی رو ریز نکنی، یه کمپانی بزرگی میخواد شما رو بخره. ما هم خیلی کوچیک بودیم گفتیم اوکی، رفتیم صحبت کردیم و اینا. معلوم شد سیمنز هم که شما میدونی که کمپانی آلمانیه، 400,000 نفر کار میکنن. خلاصه ما اون کمپانی رو فروختیم در اون موقع به سیمنز و ریترن آن اینوستمنت، پولی که اینوسترها گرفتن
8 برابر اون پولی که گذاشتم. مثلا یه نفر $100,000 گذاشت، $800,000 گرفت. واسه اگزیت خوب بود. خیلی خوب بود. خلاص من رفتم 2 سال با سیمنز کار کردم که جالب بود، چون که ببینیم ما کمپانیمون 40 نفر بود، رفتیم سیمنز 4000 نفرن. خلاصه ما هم تو سیلیکون ولی بودیم، اینا تو آلمان بودن. خلاصه خیلی جالب بود. یه ذره فرقشو میتونین بگین؟ مثلا چه حسی داشتین یهو بیاین توی کمپانی، از یه کمپانی کوچیک‌تر به یه کمپانی که مثلا این همه کارمند داشته باشه؟ کمپانی‌های کوچیک ببینین شما همش دارین خودتون رو فشار میدین، گروه فشار میدین که پروداکت رو بدین بیرون. فهمیدین؟ It's all about product. ولی کمپانی‌های بزرگ بیشتر راجع به پروسیجر، خیلی پروسیجر دارن. و من اتفاقا یه چیز جالب میگم، اینجا ما یه چیزی داریم تو امریکا بهش میگن NDA Non Disclosure Agreement. شما با یه نفر که کار میکنین بعد اینا کاغذ امضا کنن که کپی نکنن، شما کارهای اونا رو کپی نکنین. نه نمیتونی راجبش صحبت کنی، جایی نمیتونی مثلا به کسی ایده رو بگی. بله، من با سیمنز که مثلا ما رو خرید، ما یه دونه مشتری داشتیم و من گفتم که این NDA رو باید یه نفر ساین کنه. این منیجر ما که آلمانی بود، وکیشن بود. آلمانی‌ها خیلی وکیشن‌های طولانی میگیرن در تابستون و نبود. و ما همه مونده بودیم هاج و باج که ما این مشتری آماده است، بعد منتظر شدیم آقای هانز بود اسمش از وکیشن بیاد. خلاصه ما خیلی تعجب کردیم کمپانی بزرگ چرا اینقدر یواش کارش. ما کمپانی خودمون بود، فوری رو امضا می‌کردیم و کارو انجام میدادیم. تا موقعی که آقای هانز میومد ما تمام پروژه تموم کرده بودیم. نمی‌تونستین براش فکس کنین اونجا امضا کنه؟ نه، اینا موقعی که میرن وکیشن دیگه اصلا شما حتی تلفن بعد از مثلا یه مدت نمیتونین بزنین به اینا. غیر قانونیه واسهشون که تلفن مثل اینجا نیستش که 24 ساعت همه زنگ بزنن ایمیل بدن به هم دیگه. بعد شاید ما بعد از اونها یاد بگیریم. صحیح فهمه. بعد ولی خب مثلا کمپانی سیمنز رو شما نگاه کنین، تو همه چی هستش، تو مدیکال هستن، تو وایرلس هستن، تو تلفن هستن، همه چی چیپ درست میکنن. خیلی کمپانی‌های هیوجی هستن. موفق هم هستن. وقت 2 سال تو این شرکت بودین؟ 2 سال اونجا بودن، کانترکت داشتم. من تو موقع کمپانی فروختیم 2 سال کانترکت داشتیم که اونجا بمونیم. درست سر اون موقع که 2 سال تموم شد من اومدم بیرون. بعد یه کمپانی دیگه به من زنگ زد. یه کمپانی هستش اینا وای فای درست میکنن، وای فای سیگنال درست میکنن، مثل سیسکو یا اچ پی و اینا. و اونا به شما زنگ زدن؟ اونا به من زنگ زدن. چه جوری پیداتون کردن؟ اینا من قبلا موقعی که تو کمپانی سیگما کوست بودم که سیمنز خرید، اینا من سعی کردم به اونا بفروشم. منو میدونستن که ماها تو بیگ دیتا و این برنامه هستیم، میدونستم ما چیکار. بله. بعد زنگ زدن و گفتن که ما we have a lot of dark data، یعنی دیتای خاموش، و ما تا چیز نشده بودم دارک دیتا چیه. و اینا گفتن که شما موقعی که یه دونه سلفون دارین همش میخواد به وای فای خودش رو وصل کنه و اینکه به وای فای میخواد خودش رو وصل کنه ما این دیتا ها رو جمع میکنیم. و اینا میفروختن به مالا، مثلا مالا به مالا میفروختن و بیشتر کارشون هم واسه همین ببینن که اینا که میرن تو مال چی کار میکنن. مثلا شما که میری مثلا قهوه میخری، بعد کجا میری نورستروم یا میخوای بری مثلا نمیدونم میسیز، بعد بیساندیس میخواستن شما رو راهنمایی کنن یه جا برین که اینا مشتری های اینا بودن. یعنی همینه که مثلا توی تارگت که داری راه میری مثلا یهو آگهی پودر نمیدونم هر چی میاد، بیکینگ سودا میاد، همون موقع که تو آیل بیکینگ سودا هست اینا همش تمام دیتا رو داشتن. عجب. خلاصه این خیلی خوب پیشرفت تا متاسفانه 3 تا اتفاق واسه ما افتاد. اول از همه آمازون. همونجوری میدونین آمازون جدا مالا رو تو امریکا کشته. مردم دیگه مال به اون صورت نمیرن خرید کنن، همه خریدشون آنلاین میکنن. دوم تو اروپا یه قانونی اومد به نام GDPR هست General Data Protection Regulation که اجازه نمیده شما مردم رو فالو بکنی. فهمیدی؟ و این قانون الان تو امریکا هم خیلی الان شما نگاه کنین تلفن آیفون ای داشته باشه بهتون میگه که مطمئنی میخواین یارو کپیت بکنه فالوت کنه. میبینین به خاطر GDPR اینو بازم ولی یه جوری آگهی‌ها رو میرسونن به گوشیمون. شما حتما یه جور آپتین کرده. بعد سومین اتفاقی که واسه کووید بود. خلاصه ما موندیم که چیکار کنیم. میدونید چی میگم؟ مثلا ما فرانکفورت ایرپورت، آرمان فرانکفورت اونجا مشتری ما بود. من زنگ زدم یه آقایی بود، گفتم که می‌خواستیم دوباره از اینا کانترکت بگیریم. گفت آقا من میرم الان تو ایرپورت 5 نفر اینجا بیشتر نیستن، دستگاه شما رو احتیاج نداریم. موقع کووید خیلی وضع اون وضع شد. خلاص گفتیم چیکار کنیم و اینا.
یه لغت انگلیسی هست بهش میگن پیوت یعنی که شما باید فکر کنین که الان که به سنگ خورده سرتون چی کار بکنه. خلاصه چه بچرخیم. بله نمیدونم به فارسی پیوت چی میشه. خلاصه ما داشتیم فکر میکردیم چیکار کنیم، دیدیم که دولت امریکا خیلی پول میده واسه اینکه کووید رو کنترل بکنه. یادتون باشه خیلی پول میدادن مثلا به دانشگاه که دانشگاه رو باز نگه داشتن. این دستگاه ما دقیقاً میتونست بگه که آقا توی یه اتاق اگه یه نفر خدای نکرده کووید گرفته کیای دیگه تو اتاق هم هستن. چون یادتون باشه کووید یه دونه مرضیه که یه ویروسی که رو هوا میره. میدونین چی میگم؟ یعنی مثلا یه نفر تای اتاق هم باشه ممکنه کووید بگیره. خلاصه ما اینو پکیج کردیم خیلی زود و اتفاقا تیمم هم راستی بگم من تیمی که داشتم تو سیمنز بودیم یه سری از این آلمانی‌ها رو ما هایر کردیم و اینا خیلی آدمای خیلی باهوش بودن و خیلی سریع ما پیوت کردیم و این خیلی مهم. خلاصه این خیلی موفقیت آمیز بود. خیلی از این دانشگاه‌های مختلف ما تونستیم پول بگیریم، بیزنس جدید. بعد یه کمپانی دیگه اون بیزنس کش به نام فایزر، رایتون باشه، فایزر چیزو درست کرد. دستگاه یه لحظه یه ذره برگردیم عقب. دستگاه یه جوریه که میتونست بگه که نه ببینید ما کاری که می‌کردیم می‌دونستیم توی اتاق کیا هستن. شما مثلا نفر فقط فکر کنید مثلا یه دانشگاه ممکنه یه حالی باشه 300 نفر اونجا باشن. شما نمیدونین که کیا هستن که اینا بعد ما از تلفنشون میفهمید. آره از تلفن میدونستیم که اینا توی این اتاق بودن. و اگه یه نفر میومد میگه آقا من رفتم تست کردم و کوویدم پازیتیو بود، ما فوری به این 290 نفر دیگه تو اتاق میگفتیم که آره شما همه باید برین تست کنی یا اینکه اگه یادتون اون موقع میگفتم مثلا نمیدونم یه هفته خونه بمونی نیام بیرون و اینا. چقدر کار راحت کردین؟ چون ما توی کانتی سن دیگو من اون موقع که کار میکردم یکی بعد به همه زنگ میزدیم و میگفتیم شما با کی تماس داشتین. بله. ولی شما سریع با یه دستگاه به همه اطلاع رسانی میکردین. و دوباره برگردیم من گفتم یه انالیست بود گاردنر اینا اومدن فوری یه دونه آرتیکل راجع به ما نوشتن گفتن این و این خیلی به ما کمک کرد چون خیلی کمپانی‌های بزرگ به ما زنگ زدن گفتن آها شما این تکنولوژی دارین. هیچ کی دیگه اون موقع نداشت این تکنولوژی. مثلا این خیلی موفقیت آمیز که بعد فایزر اومد. اون بیزنس هم متاسفانه کشت. فایزر اومد گفتیم چیکار کنیم و اینا. ما یه بورد ممبر داشتیم و اینا اینوسترهای ما بودن. اینا مال هیوستن تگزاس همونجوری که میدونید تمام اویل امریکا اونجاست. و اینا گفتن که شما بیاین و واسه کانکتد ورکر کار کنین. کانکتد ورکر کیه؟ یه سری کارگرای هستن که تو جاهای نفت کار میکنن و اینا چون این جاها خیلی گنده است بعضی وقتا اینقدر حرارت زیاده یا ممکنه سرشون بخوره یه جا یا بیهوش بشن مردم نمیدونن. بهش میگن من داون به امریکایی. میگن این یارو کارگره نمیدونیم کجاست چیه. دستگاه ما دقیقاً میاد میبینه که آقای مستر جونز or whatever the worker needs مثلا اونجا افتاده قش کرده و بریم مثلا پیدا کنیم. این بود. یکی دیگه‌ش هم واسه دزدی بود. اینا یه سری زیاد وسایل داشتن یه جا قایم میکردن استور میکردن و میخواستن مطمئن باشن کسایی که میرن اونجا کسایی باشن که اینا رو ندزدن. واسه سکیوریتی هم خیلی پروداکت جالب. خلاص ما تو کیانا این کارو میکردیم. و چرا شما برای کیانا انالیتیکس هم کوفاوندر هستین هم سی او؟ بله. اسم کیانا از کجا اومد؟ خیلی جالبه. ما خیلی فکر کردیم چیکار کنیم اسمو. بعد این فکر کیان به نظرمون رسید چون کیان میدونیم یعنی جهان دیگه. بله. و ما کاری که میکردیم همین بود. تمام دیتاهای جهان ما جمع میکردیم و باش انالایز میکردیم. و اتفاقا خیلی اسم جالبیه چون کیانا یه اسمیه نمیدونم شما میدونید یا نه. این اصلش همون دایاناست. دایانا همون خدای که شکاره. بله. و چیز هم هستش دختر آپولو اگه اشتباه نکنم. خلاصه یه اسمیه که همه جا تو دنیا میتونن پرونانس کنن. میدونی یه لغتیه که خیلی راحت گفتنش و همه ممکن میگیم کیانا خوششون میاد چون یه دونه دختر دارن زن دارن خواهر دارن که اسمشون کیاناست. اسم ایرانی نیستش. اتفاقا تو هاوایی خیلی کیانا معروفه. خیلی خانم‌ها هستن مال هاوایی هستن اسمشون کیاناست. کیانا خیلی قشنگ. من نمیدونستم کیان معنیش یعنی جهان. یعنی خب چرا نذاشتین کیان انالیتیکس؟ کیانا فهم کردیم رایمش قشنگ‌تره. واقعا همینه. بعد چند سال تو این شرکت کار 10 سال تو این شرکت کار کردم و هنوزم این شرکت الان جزء یک کمپانی بزرگتره. بچه‌ها دارن رانش میکنن ولی کن
این کمپانی انلیل به من زنگ زد و یه اپورتونتی خیلی جالبه و من الان 3 ماه تو انلیل کار میکنم از سی او شون. میشه توضیح بدین انلیل چه معنی داره، چی هست؟ بله، انلیل یه لغتیه مثل از زمان بابلی اومده و به نام میشه خدای شاهان، اسم اینجوری داره، از این شاههای، از این خداهای که وجود داشته. و دلیلش هم اینه این کاری که ما میکنیم، ما یه سری پروداکت داریم و پروداکت ما تمام اینا رو ارکستریت میکنه، واسه همین اسمش انلیل گذاشتم. و چی کار میکنین تو این، جز اینکه سی او هستین چی کارا میکنین؟ والا کار اصلیم سی او دیگه. ببینید سی او واسه من ببخشید این قسمت به امریکایی میگم، چون همه میگن سی او یعنی کش اکسترکشن آفیسر. کش اکسترکشن آفیسر یعنی که شما پول میگیرین یا از مشتریا، بیشتر امیدوارم از مشتری یا از اینوسترها، رایت؟ یا بعضیا میگن سی او یعنی اینکه چیف اوریثینگ آفیسر، چون که از ممکن سی او هستین شما همه کار میکنین، مارکتینگ میکنین، سیلز میکنین، پروداکت درست میکنین، حتی اگه شده غذا بیارین واسه مشتریا، میدونین همه کار باید انجام بده. ولی کار اصلی من الان و دلیل یه ذره بک‌گراند بگم، اینو ما جزء یه دونه مدیکال اینکوبیتر هستیم و الان اینجا تقریبا 9 تا کمپانی داریم. 5 تا رو قلب کار میکنن، مثلا یه دونهشون اوپن هارت سرجری ربات داره که انجام میده که خیلی جالبه. اینا الان 120 میلیون دلار اون گروه ریز کردن. 2 تا گروه دیگه هم داریم که توی بیماری چشم کار میکنن. خلاصه اینا رو که کار میکردن گفتن که ما یه سافت‌وری احتیاج داریم که کمک بکنه ما رو واسه FDA تو امریکا بهش میگن Food and Drug Administration، یه گروه خیلی مهمیه. شما هیچ مدیکال دیوایس نمیتونین درست کنین و ریلیز کنین تا اینکه FDA اپروو کنه. و خیلی از غذاها و خیلی هم پروسه سختیه، خیلی پروسس سختیه و اینا میان و دقیقاً تمامو چک میکنن و این برنامه‌ها. و خلاصه ما کاری که میکنیم در انلیل، از اولش که شما یه فکری پروداکتی دارین میرین جلو تا به اون آخر که آماده بشین شیپ کنین، تمام این دیتا ها رو ما جمع میکنیم و اگر FDA بیاد بهش میگن آدیت. FDA بیاد بگه آقا مثلا این پروداکت درست کردی، من همه چی رو بگو، کجا درست شده، کی تست کرده، این که تست کرده ادویکیشنش چیه، تمام اینا رو چک میکنن و این خیلی کار سختیه و تمام این مدیکال دیوایس ها اینا رو تو دیتا های مختلف میذارن، بعضیش تو گوگله، بعضیش تو اکسله، بعضیش تو پن اند پیپر. ما تمام اینا رو میگیریم و اتومات میکنیم و کارشون رو خیلی سریع انجام میدیم. به قول شما سی او بودن آدم به خیلی کارا باید برسه، به مارکتینگش هست، به همه چیز هست. از نظر خودتون کدوم قسمت اینا سخت ترینه و واقعا باید بیشتر بهش توجه کنین؟ والا اول از همه پوله. ببینید چون اگه پول نباشه کمپانی جلو نمیره. من میدونین این خیلی از همه مهمتر. یعنی ما به امریکایی میگیم you're a rainmaker، یعنی شما بارون درست میکنی، بارون نباشه خشکی میشه، همه میبینن. یعنی با سی اف او بیشتر باید کار کنیم. با سی اف او، با اینوسترها، با کاستومرها، این خیلی مهمه. اول از همه. دوم اینه که تیمتون باید این، ما بهش میگیم ویژن و they have to buy on the vision، که شما میخواید چیکار بکنی. همه صبح که پا میشن میدونن که باید چیکار بکنن. میدونین مثلا ببینید تو امریکا جان اف کندی اومد، یادتون باشه گفتش که ما میخوایم به put a man on the moon، یا گفت میخوام یه آدم بذاریم اینجا. بعد چی شد؟ آپولو درست شد. یعنی آپولو اومدن آپولو درست کردن، بعد مردم اکسایتد شدن و بعدن پروژکت درست بود. درست همین کارم تو کمپانی باید بکنه. یعنی جاب سی او اینه که یه نفر باشه اون جلو که همه دنبالش بیان و باور کنن و پوش کنن. ما تیم ما الان مثلا 60 نفریم. ما تو تمام دنیا گروه داریم، تو نورن کالیفرنیا، تو هند، تو فیلیپین، تو یوکرین. تمام این تیم باید با هم دیگه ارکستریت بشن، با هم کار کنن. یه کار اصلی سی او اینه. ولی این تیم بود وقتی که هایرتون کردن؟ درسته؟ بله بود. سیلز و مارکتینگ نبود، اونو من هایر کردم این چند ماهی که اینجا هستم. و این چه چالش، یه چالش چه چالشی داره که مثلا شما هایر شدین و این تیم تقریبا بود یه 80-90% و شما دیگه اونجوری کنترلی ندارین رو آدمایی که بودن؟ صحیح. خب اولین کاری که میکنی شما 30 روز اول میشینی و گوش میدی و نگاه میکنی، بینی کجا قویه و از همه هم میپرسی. من با این بچه‌ها که صحبت میکنم میگم که تو فکر میکنی چی کار بکنیم، اینا رو گوش میدی. بعد کاری که میکنی شروع میکنی ارگانیزیشن رو الاین میکنی. مثلا من کاری که کردم، مثلا
یه خانمی بود مارکتینگ انجام میداد، مثلا یه گروه اشتباه بود اینو آوردیم مثلا نزدیک سیلز کردیم، چند تا سیلز گای هایر کردم، مسیجا رو عوض کردم، خلاص از این کارا میکنین که اجاست بشه. بعد ارگانیزیشن شما نگاه میکنین دیگه، ارگانیزیشن مثل یه دونه درخت میمونه، هی اوور تایم هی عوض میشه، یه شاخه‌اشو بعد بزنین، یه شاخه بعد کود بدین، هی بهش ور میرین دیگه. واسه that's what we're doing. ولی که خوشبختانه خیلی اکسایتد این کاری که انلیل میکنیم واسه چند دلیل. اولا اینکه نمبر 1 اینه که بهش میگیم که it was a real problem looking for a solution. این خیلی مهمه، چون که شما خیلی کمپانی‌ها رو میبینین که یه نفر رفته یه چیزی درست کرده بعد میگه حالا برم بفروشم. میدونین چی میگم؟ این خیلی سخته. اگه شما جدا یه دونه اشکال بزرگ رو پیدا بکنین و بفهمید اون اشکال چه، بعد دورش میتونین یه جوابی، یه سولوشنی پیدا کنین. اینه. بعد تیممون خیلی خوبه، اینا همه خیلی اکسپریانس ان، کمپانی‌های بزرگ مثل SAP، اوراکل اینا کار کردن. بعد فیدبکی که از مارکت میگیریم خیلی خوبه. من این هفته مثلا سان دیگو، ایرواین اینا بودم و کاستمر که ما صحبت میکنن امیزینگ که چقدر دوست دارن. و حالا آخرم صحبت میکنیم AI is going to play a huge role این کاری که ما میکنیم. الان یه سری داریم کارا میکنیم که it's amazing که ما اینجا بهش میگیم که human centered AI، یعنی human وسط دورش AI. یعنی AI نمیتونه تمام کارا رو بکنه، بلکه AI میتونه 70% کارا رو انجام بده و این خیلی مهمه. میتونه قشنگ یه لیپ فراگی بشه واسه ما. درسته. همه میگن که الان AI که اومده همه چی تغییر پیدا میکنه، مردم کارشون رو از دست میدن. یه سری نگرانن که چه تأثیری قراره بذاره. دوستان بدونم نظر شما چیه؟ والا به نظر من AI مسلماً کارهایی که ما میکنه عوض میکنه و یه سری از کارها مسلماً از بین میره به خاطر AI. ولی کاری که AI میکنه اینه که میتونه خیلی کمک بکنه ماها رو که از مغزمون بیشتر استفاده بکنیم. مثلا برگردیم سر همین کمپانی که من هستم، انلیل تو مدیکال دیوایس خیلی از کارا هنوز با مداد و کاغذ و نوشتن و اینا، بعد مردم باید برن بگردن کاغذا رو اینا رو پیدا کنن. ما یه دونه چت بات تازگی‌ها انانس کردیم به نام لیلی که بچه‌ها میگن لیلی حتما دختر انلیله و این لیلی میره تمام داکیومنت ها رو میبینه، اتچ ها رو میبینه و سامری به شما میده. اینو قبلا شما مثلا فکر کنین این گروهی که مدیکال بودن این کار میکردن مثلا ممکنه بود 2 روز 3 روز تا 1 هفته طول بکشه برن تمام اینا رو پیدا کنن. حالا با انلیل ما این کار رو در ثانیه انجام میدیم. خیلی کارهایی که مانیوال بوده AI کمک میکنه، ولی هنوز AI اونجا نرسیده که مغز شما و من میتونه انجام بده. یه اگزمپل بهتون بدم. من برگشتم به مهندسای کمپانیمون گفتم که بچه‌ها چیکار بکنیم که AI استفاده کنیم که پروداکتیویتی رو زیاد کنیم و خیلی اینو ما تحقیق کردیم. واسه یه کارهای خیلی خوبه. مثلا شما کد که دارین AI میتونه بره اینو داکیومنت کنه واسه شما. AI is very good. ولی AI متاسفانه اونقدر هنوز نمیتونه ایده‌های خوب بده. مثلا شما به AI بگو یه خونه واسه من درست کن، کاری که میکنه یه دونه چارچوب میزنه واسه شما با یه در و یه پنجره. میدونی اون فکری که ماها بشر داریم که چه شکلی دیزاین بکنیم، چه رنگ باشه، اینا رو هنوز نداره. نه فکر می‌کنم اوور تایم اینا درست بشه ولی هنوز به اونجا نرسیده. خب الان یه حرفی که شما گفتین چند بار کلمه هنوز بود و فکر کنم این هنوزه یه ذره برای مردم نگرانی وجود میاره. یعنی که میگن که خب الان چیز AI که خب خیلی وقته هستش، ولی 2 ساله که من میدونم خودم که مثلا یه دونه کارمند سادم 2 ساله میبینم که الان چت جی پی تی خیلی دارن همه صحیح میفهمن. بله. و تو این 2 ساله میبینیم که چقدر رشد کرده سریع. یه جا بودم گفته بودن مثلا اینکه AI سالی 400% رشد میکنه، یه چیزی اینجوری گفت. خیلی من فکر می‌کنم بیشتر. خیلی بیشتر. به قول امریکایی میگن the rate of change has changed. انقدر سریع داره پیشرفت میکنه. مثلا یه اگزمپل بدم، انویدیا چند ماه پیش یه دونه کانفرانس خیلی بزرگ داشت، ما رفتیم گوش کردیم، خیلی جالب بود. هفته گذشته یه سری برگشتن گفتم اون کارهایی که انویدیا گرفته ببین چقدر فرق کرده تا 2 هفته پیش. یعنی خیلی سریع داره پیش میره. همینه. وقت مثلا شما میگین هنوز مثلا مغز آدمو نمیتونه تیک اوور کنه، الان نگرانیش اینه که خب اوکی الان نمیتونه ولی یه ماه دیگه شاید بتونه، ممکنه یا 2 ماه دیگه مثلا آیا چیزی هست که این یه ربات باشه و اون ربات AI باشه و ربات بیاد آشپزی کنه واسمون. خب شف دیگه نداریم تو رستوران. صحیح. خب مسلما ببینید الان ما تو زندگیمون AI خیلی هستش. مثلا شما
اون موقع نمیدونم یادتون موقع که پارکینگ می‌کردی یه نفر بغل پارکینگ وایساده بود کارت میگرفت پول میداد اینا، الان شما میری قشنگ اسکن میکنی میرین. یه نوع AI درسته، ولی که الان چیز بزرگ تو AI این ایجنت هاست. یعنی این AI خودش میاد یه سری ایجنت ها درست میکنه و این ایجنت ها کارا رو واسه شما انجام میدن. این یه لیپ فراگ خیلی سریعه. و یه اگزمپل به شما بدم، من مثلا خودم موقعی که با بچه‌هامون می‌خواستیم بریم وکیشن، می‌خواستیم بریم مسافرت، خیلی واسمون سخت بود چون بچه‌ها اسکیجولشون با هم فرق می‌کرد، باجتمون کجا می‌خوایم بریم اینا. الان AI میاد اتوماتیکلی کلندر همتون رو نگاه می‌کنه، اسکیجولتون نگاه می‌کنه، باجتتون نگاه می‌کنه، طبق مسافرت‌ها که رفتی میگه شما هوایی می‌خوای بری، تهران می‌خوای بری، کجا می‌خوای بری و اتوماتیکلی میاد ادجاست می‌کنه این کارا رو واسط. و این خیلی جالبه، یه کاری که شما قبلا یا خودت اومد انجام میدید یه نفر رو هایر می‌کردین که این کارا رو انجام بده. خلاص خیلی این کارا اتومات میشه، ولی هنوز we still have some work. دقیقاً همونقدر که ترسناکه همونقدر خیلی کارا رو هم جلو میبره. مخصوصا برای اونایی که الان تو دانشگاه فکر کنم خیلی راحت میتونن انشاءاشون رو بنویسن، مشقاشون رو حل کنن. و ما اون موقع خب هی تو گوگل سرچ میکردیم و همون جوری که ما تو گوگل سرچ میکردیم مثلا مام بابای من میرفتن کتابخونه و اونا هم قرای ما رو میزدن که خب شما راحت میرین تو اینترنت سرچ کنین. و حتی نسل بعدی هم شاید همین اتفاق بیفته که بگن شما ما با چت جی پی تی داشتیم، شما نمیدونم ربات دارین که کمکتون میکنه مشق مینویسه. من هفته گذشته MIT بودم، با یه پروفسور صحبت می‌کردم، گفتم که شما همه دارن AI استفاده میکنن، شما چیکار میکنین؟ گفت ما اتفاقا تشویق میکنیم که AI استفاده کنن، چون AI واسه برینستورمینگ خیلی خوبه. بله. شما به جای اینکه بگی پیپر منو بنویس، بگو من میخوام مثلا پیپر بنویسم راجع به چیپ دیزاین، چه چیزایی بنویسم، ایده ها چیه، و اون ایده ها رو بگیرین خودتون اون وقت یه پیپر based on informationی که اون به شما داده که خیلی جالبه اگه نگاه بکنید. That's a very attractive way of doing it. خیلی مهمه. و سوال آخرم که الان داریم بهش میرسیم اینه که شما خب خیلی تجربه دارین، بیش از 30 سال انترپرنور هستین، سیریال انترپرنور بهش میگن. برای یکی که تازه میخواد شروع کنه و شاید کسی رو نشناسه، چیزی بلد نباشه، نمیدونه چیکار کنه، چه راهنمایی میتونیم بکنیم؟ والا من میخوام دوباره برگردم واسه پلاگ اند پلی. اینجا پلاگ اند پلی خیلی به من کمک کرد، چون که بزرگترینش این بودش که منو معرفی کرد به اینوستورها، به کمپانی‌های دیگه، به کمپانی‌های بزرگ. و این خیلی مهمه. تنهایی آدم بخواد یه کاری شروع کنه خیلی سخته. شما خیلی دانش احتیاج دارین که این کارو انجام بدین. واسه همین مربی احتیاج دارین، منتور احتیاج دارین، و این خیلی مثل یه ارگانیزیشن مثلا پلاگ اند پلی خیلی میتونه کمک بکنه اینا. یکی اونه. یکی دوباره میخوام برگردم falling in love with a problem. جداً پرابلم رو یاد بگیریم. من میخوام یه اگزمپل به شما بدم. عاشق یه مشکل بشه. اگه یادتون باشه یه دونه اپی هست به نام زوم. اینو یه آقای درست کرده به نام اریک که این تو چاینا بوده، تو چین بوده. و دلیلی که اولین بار اینو درست کرد اینه که گرفرندش 8 ساعت با این فاصله داشته، با قطار 8 ساعت بعد میرفته تا گرفرندش رو ببینه. واسه همین این اولین چیزی مثل زوم رو درست کرد. میدونی یعنی دقیقاً یه مشکلی بوده و اینو درست کرد و درستش. و موقعی که اومد امریکا وبکس بود یادتون باشه، ایشون بود و بعد زوم رو شروع کرد. فیس تایم هم بود. فیس تایم هم مثل بعد ایشون که اومد زوم رو شروع کرد، گفت من 3 سال فقط رفتم ببینم اشکالای سیستما چیه. هیچ کد و اینا نداشته، فقط می‌خواسته ببینه اشکالا چیه. بعد شروع کردن زوم رو درست کردن که خیلی همونجوری که می‌دونین موفقیت آمیزه. که بعد البته خب مایکروسافت با تیمز و اینا بقیه اومدن به اون رسیدن، ولی که خیلی موفق بود به خاطر اینکه جدا پرابلم میشه. یه اگزمپل دیگه اوبره. اوبر مثلا نگاه کرد ببینه اشکال تاکسی چیه اینا و اوبر رو درست کرد. حالا یه سری از بینندهامون ایرانن و خب اونا نمیتونن بیان یا شاید دوست نداشته باشن بیان اینجا با پلاگ اند پلی کار کنن. برای اونا چه راهنمایی دارید؟ والا انقدر اینفورمیشن هستش الان توی وب، شما انقدر اینفورمیشن، شما میتونین بهترین دانشگاه کورساشو مجانی برین آنلاین نگاه کنین و من فکر می‌کنم بهترین کار همینه. یه نفر بود میگفتش که اینترنت دیستنس رو از بین برده، کشته و الان دیگه جدا فرق نمیکنه شما تهران باشی یا بنگلادش باشی یا ویتنام باشی، همه تمام اینفورمیشن رو میتونیم
دسترسی داشته باشیم. ما یه ایده جدید شروع کردیم که از هر مهمونمون بپرسیم که 2 نفر رو پیشنهاد کنن برای پادکست بعدی. بله. مثلا میخوام ازتون بپرسم که اگه میتونستین 2 نفر رو پیشنهاد کنین بیان پادکستمون، کیا پیشنهاد میکنین؟ خب من همینجوری که هستم میدونین چون بچه USC هستم، یونیورسیتی سادرن کالیفرنیا، 2 تا از USC ها رو میخوام معرفی کنم. اولش استاد سعید محاسب که بهش میگن سید محاسب. ایشون هم آنترپرنورن، هم آترن، هم پروفسور USC هستن ایشون و ایشون منتور من بودن و خیلی آدم باهوش و خیلی جالبه. ایشون صحبتش اینه که شما کاری که میخوای بکنی همش تو مغز خودته، کپی نکنی کسای دیگر، مثلا به ایلن ماسک یا استیو جابز اینا کپی نکن، خودت ببین چیکار میخوای. خیلی جالبه. و یه خانم ایرانی هم هستن، خانم دکتر نیکی بیات که خیلی موفقن و ایشون هم دوباره در USC تو MIT 30 نفر که زیر 30 سالن انتخاب میکنن و ایشون یه دونه از ایشون بودن و میدونم ایشون با پلاگ اند پلی هم کار میکنن. این دوتا من هایلی ریکامند میکنم که شما با ایشون هم صحبت بکنید، جفتشون. مرسی آقای نادر از وقتتون. خیلی قسمت خوبی باش، فکر کنم همه خیلی یاد گرفته باشن از تجربهاتون. قربون شما. مرسی که اومدین. خیلی ممنون من دعوت کردین. مرسی. همیشه بتونیم از این صحبت‌های خیلی موفقانه داشته باشیم. قربان شما. مرسی. خیلی ممنون. مرسی.